سلام، من دکتر پورعلی هستم و اینجا دومین اپیزود از پادکست ساتوریه. اگه اپیزود اول رو شنیده باشین احتمالاً یه سوال خیلی بزرگ توی ذهنتون شکل گرفته که خب اوکی فهمیدم مشکل اراده نیست یا مشکل هورمونا و متابولیسمه، ولی این داروهایی که حالا ما میگیم مانجارو یا نمونه‌های داخلیش که اسپارتینا، زیکورپا یا لانیساس دقیقاً چی کار میکنن که همه چیز آروم میشه؟ امروز دقیقاً قرار همین مورد رو توضیح بدیم، اما خیلی ساده و شفاف بدون پیچیدگی اضافی. ولی قبل از اینکه شروع کنیم دوست دارم یه جمله ای رو اینجا دوباره تکرار کنم. من همیشه توی مطب این رو به مراجعین میگم و اینجا دوباره تکرارش میکنم. داروهایی که اسم بردم داروه و نه مکمل یا آمپول لاغری، نه چیزی که بتونیم با دیدن چند تا ویدیو توی یوتیوب، سرچ گوگل یا پرسیدن از چت جی پی تی ازشون استفاده کنیم. مثل هر داروی دیگری مثل یک تیغ دولبه است. اگر درست، آهسته و تحت نظر پزشک آموزش دیده استفاده بشه فوق‌العاده است و اثرات عالی و شگفت‌انگیزی داره. اگرم خودسرانه شروع بشه گاهی بیشتر از اینکه کمک کنه دردسر ایجاد میکنه. این رو گفتم که همین اول مسیر بدونی قرار نیست توی این پادکست چه این اپیزود و چه اپیزودهای آینده پروتکل تزریق رو یاد بگیریم. قرار مسیر رو بفهمیم که چرا این داروها جواب میدن و چرا نتیجه گرفتن ازشون یک فرایند پزشکیه و نه یک حرکت تک مرحله‌ای. خب حالا بریم سر موضوع اصلی. یه حقیقت رو میخوام همین اول بهتون بگم که بیش از 70% تصمیم‌های غذایی ما در مغز گرفته میشه و نه در معده. به همین خاطره که وقتی میخوایم رژیم بگیریم در واقع داریم با مغزمون مذاکره میکنیم و معمولاً هم مغز برنده میشه. اما داروهایی که اسم بردم برای اولین بار اومدن وارد همین بخش از ماجرا شدن. تارگت اصلیشون معده و چربی نبود. مستقیما روی مدارهای گرسنگی و پاداش مغز اومدن عمل کردن. حالا بیایم قدم به قدم بخشای مختلف رو بهتون توضیح بدم. اول بیایم راجع به مغز صحبت کنیم. مرکز فرماندهی اشتها داخل مغز ما 2 سیستم داره. یکی سیستمیه که میگه سیر شدم، بسه، کافیه. و سیستم دوم میگه که خب غذا جذاب، خوشمزه است، بیشتر میخوام، هوس کردم. مشکلی که در اضافه وزن ما داریم اینه که سیستم دوم بیش فعال میشه. یعنی حتی وقتی که سیرم هستین مغز میگه که بازم بخور، این خوشمزه است، ادامه بده. اون فرمان سیریه به مغز نمیرسه. این داروهایی که اسم بردیم از اول داستان در واقع صدای این سیستم دوم رو کم میکنن. یعنی اینکه پایین آوردن ولوم یک آهنگ بلند. همون غذای جذاب هست، وجود داره، اما دیگه اون فرمان قوی و وسوسه کننده از مغز نمیاد. نتیجهش میشه که کمتر فکر میکنی به غذا، کمتر هوس میکنی، کمتر به یخچال سر میزنی، بدون جنگ، بدون احساس محرومیت. این مهمترین بخش ماجراست. حالا راجع به معده یکم صحبت کنیم. معده با این داروها آرومتر میشه، کندتر میشه، منطقی تر میشه. سرعت خالی شدن معده کمی کمتر میشه، یعنی غذا مدت بیشتری داخل معده میمونه و این باعث میشه که زودتر سیر بشیم، دیرتر گرسنه و اشتهامونم منطقی باشه و نه احساسی. این کار هیچ ربطی به آسیب رسوندن به بافت معده نداره، هیچ آسیبی رو ایجاد نمیکنه، فقط ریتم معده رو آرومتر میکنه. بخش بعدی که باش سر و کار داریم همون لوزالمعده یا پانکراسه. انسولین رو ترشح میکنه ولی هوشمندتر. توی افرادی که مقاومت به انسولین دارن یا قندشون بالاست کمک میکنه که انسولین به موقع ترشح بشه. وقتی انسولین در زمان درست ترشح میشه قند ثابت تر میمونه. ثابت موندن قند باعث میشه که نوسانات انرژی کمتر بشه
ولعهای عصبی کاهش پیدا کنه. این یعنی مغز کمتر پیام حالا مجبوری یه چیزی بخوری رو دریافت میکنه. بخش 4 که به نظر من یکی از مهمترین و جذابترین بخش های این داستانه که ما میگیم یک جادوی واقعی اتفاق میفته، تغییر رفتار بدون اجباره. وقتی مغز آروم میشه معده منطقی کار میکنه و قند ثابت بمونه، رفتارهای غذایی به طور طبیعی متعادل میشن و چیزی رو تجربه میکنه که توی رژیم‌های قدیمی تقریباً محال بوده: لاغری بدون دعوا با خودت و بدنت. نه مجبور میشی از غذا فرار کنی، نه ذخیره انرژیت میاد پایین و نه حس محرومیت داری. به همین خاطره که من همیشه به بیماران میگم بیشتر از این که یک داروی لاغری باشن، اینا یک داروهای مغز و رفتار غذاییه. پس چرا همه آدم ها متفاوت جواب میگیرن؟ این یه سوال مهم، من بارها باهاش برخورد کردم. جواب کوتاهش اینه: بدن هر کس یک نقطه شروع، یک ژنتیک و یک شدت اختلال متابولیک متفاوت داره. اما تقریباً همه افراد یک تغییر رو احساس میکنن و اون آرامش غذاییه و همین آرامش زیربنای تمام اتفاقات خوب بعدیه. توی اپیزود بعدی راجع به یکی از مهمترین مشکلاتی که خیلی از افراد باش برخورد میکنن در استفاده از این داروها صحبت میکنیم: اشتباهات هفته‌های اول که باعث میشه یا نتیجه نگیرن یا دچار عوارض خیلی شدیدی بشن. ممنونم که این اپیزود رو گوش دادین. تا اپیزود بعدی، بدرود.